سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان دوستان طرفدار تاریخ. ابو مسلم خراسانی منجی تاریخ می باشد یا به نوعی سلجوقیان منجیان تاریخ ایران می باشند؟ سوالی که بایستی از مخاطب تاریخ پرسید: آیا به راستی ابو مسلم خراسانی عنوان منجی تاریخ ایران بوده و یا به نوعی ترکان سلجوقی؟ بایستی چنین گفت که ابو مسلم خراسانی زمانی که امویان در سال 132 هجری قمری سقوط میکنند و خلفای عباسی سر کار میآیند، ابو مسلم خراسانی به عنوان فرمانده عباسیان در خراسان بزرگ قیام میکند و به نوعی برای عباسیان به عنوان فرمانده عباسیان و یا خلفای عرب قیام میکند و عباسیان را سر کار می آید. با شخصی به نام صفاح و بعدها منصور به عنوان خلفای عباسی در جای جای جامعه ایران و فلات ایران حکومت می کنند. به نوعی نمی توان گفت که ابو مسلم خراسانی منجی تاریخ ایران بوده است، چرا که ابو مسلم به عنوان فرمانده عرب، به عنوان کسی که دایه‌دار خلفای عباسی بوده است، در خراسان قیام می کند و مشروعیت خود را از خلفای عباسی می گرفته است و به همین خاطر برای عباسیان قیام می کند و بعدها حکومت عباسیان سر کار می آید، حکومتی که بعدها در حدود 600 سال به جامعه خاورمیانه و فلات ایران حکومت می کنند. به نوعی ابو مسلم خراسانی به عنوان منجی تاریخ ایران محسوب نمی شود. کسانی که اهل تاریخ باشند و واقعیت‌ها را و گاهشمار تاریخ را بدانند می‌دانند که ابو مسلم فقط فرمانده عرب و فرمانده منصور و صفاح عباسی می باشد که توانسته است در خراسان قیام کند و عباسیان را سر کار بیاورد. بنابراین نمی‌توان گفت که ابو مسلم خراسانی جامعه ایران را از یوغ عرب بیرون می‌راند. جامعه‌ای که رفته رفته عرب شده و به نوعی خلفای عباسی، منصور، هادی، بعدها امین، مأمون، معتصم، همه و همه خلفای عرب هستند که در ایران حکومت میکنند. اما سلجوقیان، طغرلبیگ سلجوقی است که جامعه ایران را از یوغ عرب بیرون میکند و در سال 431 هجری قمری به نوعی اعراب را از ایران بیرون میکند و بعدها ادامه حکومت سلجوقیان شخص ملکشاه و بعد آل برسلام و ملکشاه هستند که به جامعه ایران تمامیت ارضی میدهند. به نوعی این ترکان سلجوقی هستند که منجیان تاریخ ایران از یوغ عرب می باشند، نه ابو مسلم. اما این احساسات ناسیونالیستی قومی می باشد که به نوعی بدون آن که تاریخ را بدانند و گاه شمار تاریخ را بدانند به نوعی فاتحان را، جایگاه فاتحان را تغییر دادند و کسانی که به واقع فاتحین جامعه ایران از یوغ عرب بوده که سلجوقیان می باشند را نام نبرده و به نوعی ابو مسلم را فاتح تاریخ می دانند، در حالی که ابو مسلم فرمانده عرب بوده برای منصور، برای صفای عباسی. اما ترکان سلجوقی هستند که به نوعی منجیان تاریخ می باشند. بایستی واقعیت ها را گفت و حتی اگر گروهی از دوستان به نوعی از این واقعیت ها فرار کنند.